یو قصه داره بچه‌ها، خوش برگشتید به کانال ام جی. امروز اومدیم بریم سراغ مرحله در میان غول‌ها دتریال ایجنت چالش آرتور و مرحله دوم. بچه‌ها لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره. خب بذارید ببینیم گیم به چه صورت. البته بذار بچرخونم. اینجا یه دونه احتمالاً دیتریک باشه، این یکی کسخل نمیدونم، شاید اینم دیتریک باشه، شاید اون یکیش باشه، نمیدونم. باید بریم ببینیم کدومشون پیام میده. احتمالاً میدم دیتریک باشه، ولی خب از 5-6 تا راه حمله داره و قراره جر بده ما رو. اینجا همینطور 3 تا راه حمله داره، ولی خب اینجا دیوار داریم. ریدم پایین چیز کردنتون، منطقه دادن به من. بین دو تا غول یخی هستیم و قراره جر بخوریم. بذارم اینطوری بذارم مپو خیلی بهتره، چون اینور تسلط کامل دارم روی سنگ آهن و منطقه‌ام و اینورم میتونم یه کاری بکنم. چند تا راهش رو ببندیم، فقط یه راه بذاریم وگرنه به چوخ عظما میریم. خب چقدر سفر تکون دادم، خودم سرگیجه گرفتم. اینو اینجا میسازیم بچه‌ها، یه دونه انبار غذامون رو همینجا میسازیم. اوکی. اول اصلا باید خونه بسازیم، خونه‌های بزرگ با قدرت. امیدوارم زود بهم حمله نکنه. اگه حمله کنم پاره بشم دیگه اوضاع سخت میشه. یه چند تا چوب بری اول بکاریم. اوکی، چوب بری رو ساختیم. انبار غذا لازم داریم. غذا چی بسازیم؟ نوعی بسازم؟ نوعی جای زیادی میگیره؟ نه، نوعی جای زیادی میگیره. بسازم از همین بری تعداد اول زیاد بسازم. 700 تا پولم بیشتر نداریم. و ببینم اینا چه غلطی میکنن تو این مورد. خب اینا داره ساخت و سازش انجام میدن. بعد چوب بری سنگ بری ایناشو میسازه. این یکی چیکار میکنه؟ این یکی هم که آره داره میسازه. چه سریع ساخت به دست سگو. خیلی خوب چوب بری‌ها رو بگم چوباشون خریدم. اول اصلا بیت سنگ یاسریم بچه‌ها. سنگ خیلی مهمه. این دفعه تو این مرحله باید سنگ سری بسازیم که اگه سنگامون کم بیاد بدبخت میشیم. نمیتوانید در این بساز یکی دیگه پلاستیک. آها. این زمین بسیار ناهموار است. یه 5-6 تا نمیتوانید در این مکان بنا کنید. ساخته شد. دستشون رو بکنم. خب چوبا رو اگه بیارن خیلی خوب میشه. غذامون رو تموم شدنه. بهتره یه چند تا باغ سیب بکاریم اول از همه به نظر خودم. دیگه دوربینم از بیشتر رقم نمیاد. 3-4 تا باغ سیب بذاریم، اینا از گشنگی نمیرم. بعدم تبدیلش میکنیم به مزرعه گندم. خب فعلا این باغ سیبا اوکیه. میذارم اینا زود حمله نکنن. اگه حمله بکنن دهنم سرویس. بذار اینجا رو ببندیم بچه‌ها. قابل انجام نیست. بذارین قشنگ بچرخونم چشام ببینه. اشتباهی باز نذارم. قابل انجام نیست سرورم. خب یه راه ورود بیشتر واسه این نذاشتیم، واسه اینم بذارید همین کارو بکنم. اینو باید بچرخونم با سفر رو نمیبینم. خب یه راه ورودش اینجاست که اینو مسئولش قابل انجام نیست سرورم. تمام. یه راه ورودم اینجا داره، اینم مسئول سرورم. فقط میونه این راه ورود که بهترین راه ورودشه به نظرم که واسش گذاشتم. قابل انجام نیست سرورم. خب قابل انجام نیست سرورم. این از این تموم شد. او پدر سگ همین اول برامون نیروی کمکی اضافه کرد. بچه بکنیدش. خیلی بیادبی. به نیروهای ما حمله شده. خوش. چرا چی شده؟ او جمعیت ندارم. من میگم چرا نیروی کار ندارم. واقعا گاوی. الحق که گاوی. مکان بنا کنید. همون اول کاری واسمون چیز فرستاد. این چی میتونم بخرم؟ غذا بخرم. ولی این مدل غذا بخرم. او پولم تموم شد. توف تو این شانس. این یکی حمله نکنه، این هم که حمله کنه که جر میخورم. خب همین اول کار. نه بارکالله. دختر نیرو کمکی واسم فرستادن. دمشون گرم خداییش. نه بارکالله. خیلی خوشم اومد. نه خوشم آمد. به فکر هستم بچه‌ها. غذام چقدر زود تموم شد بچه‌ها. غذا تموم شده و هیچی ندارم به این گوشت‌ها بدم که الان خودم هم میخورم باشه. اینم از این 3 تا اوکی شد. بچه نیروها اومدن، نیروهای کمکی. 2 تا خرس فرستاد پدر. محبوبیت شما رو به کاوش. 2 تا شمشیرزن داریم. اینام داریم. این زیاد حمله نمیکنه خوشبختانه، نمیدونم چرا. ولی این یکی زرت و خودم شمشیرزن. وای به دست سگ. کجا میره؟ لاشی. خب بذار انبار سلاحمو سریع بسازیم بچه. انبار سلاح به نظرم اینجا باشه منطقیه. این بر حمله نکنه. 10 تا شوالیه اگه بتونیم بگیریم. شوالیه نمیتونیم بگیریم. یه دونه شوالیه بگیرم با اینا برم فایت بده.
خیلی خوب. اوه این برم حمله کرد که بی پدر. بزنید بچه بزنید جر بدید. مثلا اوزا کیش میشی شد بچه ها، ولی خب چوب خوبی داریم. غذامون هم کم کم تامین داره میشه. خیلی عالیه. آهن بکاریم این مقدار. معدن آهن باید بر روی خونه ذخایر کم آهن داریم ساخته شود. نمیتوانید در آی این بابا مکان پدرتو ولمون کن جان جدت. پیامی از زیگفرید. پولشو نداریم These are یه not good times for us. چرت و پرتی دیگه، ولی خب از دو طرف داره اون فشار میاد حمله میکنه. این بر که بستیم خوشبختانه راه ندارم وگرنه جر میخوردیم. ما در غذا حال نداریم. کاهش هستند. ای توفت روی این غذا. هیچ غذایی کارت در این بخوره باغ شکمت توزیع نشده. چقدر میخوری؟ خونه میخوایم باز. ریدم تو زندگی. سنگ میارن، سنگا رو آوردن. خب چه بذارید یه مقدار کماندار بگیریم برای دفاعمون نیازه. 15 تا میتونیم بگیریم. حالا بذارید بره بالا. نه بذارید همین بالا باشه خوبه. پیامی از این برم دفاع میکنه، از این برم دفاع میکنه. قشنگ بنازم. اینجا چیه؟ اوه 2 تا قولی یخی فرستاد. 2 تا قولی یخی. امیدوارم از اینجا نیاد. اگه از اینجا بیاد خیلی خوبه. البته من راهاشون رو بستم که از همونجا بیاد. 2 تا خرسم این فرستاد بی پدر. بذار ببینم. قولای یخی مهمترم بچه. قولای یخی رو میگیریم. عینه میذاریم که میکننشون. نیروهای ما حمله شده. اینجا که شمشیرزن داریم. یه تعداد شوالیه‌های شمشیرزن داریم که دفاع میکنن. غذا نداریم بدبخت شدیم. اینو بخورید. بابا چقدر غذا میخورید. کارگر زیاد داریم ولی خب یادم رفت واسه این گاو بذارم. نمیتوانید در این مکان بنا کنید. و یه سری گاو بذاریم تا آهنمون هم یه سری آهنمون که بیاد پولدار میشیم. خب چقدر تون. خب افتخار میخوایم بچه. افتخار از اینا میخواد. جمعیتش هم داریم نه نداریم متاسفانه. افتخار چند تا میدیم؟ 8 مون میده دمش گرم. در حال حاضر یا بسازیم یه 15 تا بگیریم حله. متاسفانه قولای یخی رو نمیشه با اینا کشت. اوه پیر از سگ رو داره میزنه. نشون به نیروهای ما حمله شده. برگرد شوالیه. جرشون بده بی پدر رو. ماشاءالله بنازم. گرگای یخی فرستاد. ای لورد نمیره بچه دیگه. کم کم باید فکر کنم برم تو کار دفاع. اینا خیلی چرا اینا بیکار. انبارم ترکیده. یه دونه انبار دیگه باید اضافه کنیم بچه. کجا رفت انبار؟ انبار بعدی رو ساختیم پر شده. خب بچه بدونیم وقت سلاح بسازیم. کراسمان نیزه دار. بی بدبخته بریم میمیرن. به نیروهای ما این حمله شده. کراسمان یه تعدادی باید سلاحاشو بسازیم. اگه سلاح بدونیم اینجا هست. نمیتوانید. چرا نمیشه همه رو گذاشت تو کراسمان؟ تو تک تک بزنیم مسخره رو. اینو باید تک تک بزنی ولی فقط موقع بیکار کردنش مثلا میزنی اونا بیکار میشن. کراسمان ها بیکار نمیشن. ریدم تو این زندگیت بابا. هی خب 800 تا چوب داریم. بفروش بره. اوه این یکی میخواد نیرو فرستاد. چوسه نیرو سنگار نباید میفروختم. خب بچه بیاییم اینجا یه دونه دیوار سوسکی جذاب بکشیم. یه دونه پله جذاب بذاریم. به 15 تا کراسمان برید بالا که پدر اینا رو میخوام در بیاریم. ماشاءالله. اوه الان اوضاع خطری شد بچه اصلا. ای دانه در من. ای وای من وای مردن همشون. شانس ما رو میشه. سرباز کماندار. اوجی این چجوری من ریپر کنم؟ دشمن کنار دیوارهای قلعه است. دستک اینا باید بسازم. به نیروهای ما حمله شده. تیرانداز. ریپر نداره. خب بنازم اینا چه عمله ای زدن. بنازم چه زرت و زرت حمله میکنی. چقدر زیاد. اینا رو بزن.
توف تو روحشون اینقدر حمله میکنه اصلا نمیشه کاری کرد بی‌ناموس. آن یکی دیتریکه. ای توف به تو رو باباش برینم من چرا اینطوری میکنه این بچر. اینم میاد اینجا چیز میذاره قشنگیش هم اینجاست. بزنید این بیف وجود را. شمشیر زن. بزنیدش کسافت را. شمشیر زن. پیامی از زیگفرید. این انم گاهید ما رو با این دور کنی از این پاره کنم صرف کن ببینم لاشی دور برد مال من میاری دهنی ازت بگم خودت بگی نگو 1300 تا چیز داری پشمام غذا داریم. خب بذار این رو زیاد بکنم ملت بخورن 4 تا چیز بدن. من نمیزنیم بی‌ناموس کاریات بکنم گریت در میاد لاشی شلوارت در میارم وایستا اینجا رو کلا میتر کنم میخورن ها. تو این اشغال خونه پادشاه کو تو تا دسته بده بخوره. متخصص به نیروهای ما حمله شد. باز شو یه دهنی از این بگم بزن اینو بزن مادرش یاس بزن یاس اینو بزن دادا سرش هم نمیتونم بخوره. قول اومده قوله رو کشتیم خوشبختانه شمامری خیال ازه گفتم منم قوله زد دیانی ازت بگم پسر که خودت هست. اینو بزن هنوز مونده وایستا کار دارم وایستا پولام کمه دیانی ازت سرویس بکنم اگر نه. بیا زودن تو با منجره دور برد منم جمشید بچه برید عقب بچه فرار لاشی ها رفتن سراغ من چنیق دور بردم بکنید اینا لاشی خراب کرد 3-4 تاشون ای توف تو روی چند تاشو خراب کرد؟ نه 11 تا شد دوباره 4 تاشو خراب کرد انتر. خب بذار ببینم چی داریم اینجا بچه سنگ چوب ماشاءالله اینقدر زیاد داریم خود پشمان ریخته. پیامی از زیگفرید از اون زیادی کوفت بخورم بدونه بخورم بفروش بره پول بیاد فقط پول. چه دهنی اینا سرویس میکنم چینو سیفتی اینم کراسپومان دارم میزننشون چرا نمیمیرن اینا. ماشاءالله بیا 9 تا دیگه واسه دفاعشون با شوالیه بگیم بچه هنوز زوده بفرستیم میخوام بزنم ولی خب بزنن این چیز میز نسازه دهنم سرویس بکنم. حواسم اصلا نفت این ورشی این پشمک اصلا حمله نمیکنه خیلی بچه خوبی عشق منه جون اینو بزن ماشاءالله اینو بزن پیستاز خب میزنیم زارت میره توش بزن عشق هست بی پولی ها به خدا پول نداریم مالیات بگیریم حکم داریم سگ ما بین قضا میگه مالیات پی در چی دارم میخورم این مالیات نمیخوام بدم باشه جمع شید بیاد جلو بریم بکنیمش. حمله حرکت بچه 33 کماندار بین اینجا سریع بچه جنگی جمع شن 78 هم بین اینجا سریع جنگ شن بزنید این بی پدر ها رو ماشاءالله جمع شید انسان اینجا رو بگم بزنید میتونید بزنید بچه بریزید بیرون بچه های خوشگل من کماندارهای زیبای من ماشاءالله بریزید تو دست جمعیتش بودید یارم بزنید این دهنش گاییده شده بچه این یکی رو بره بگایم بعدش یه چیزی نداره بدبخت منو چرا این حمله نمی کنی چی نداری دفاعی انگار یه 4 تا گرگ یه 2 تا غول میفرسته هر چند سر یه بار که مثلا بگه ما هستیم بذار نمیتونم بسازم عالیه انبار قلعه آنها نابود شد بچه بکنیدش خب بچه بریزید حرکت رد شد آنجا شوالیه داریم واسه حواسم رو بکنید اینا رو
ماشاءالله. خب بچه شوالیای عزیز، سوارکارای محترم بریزید اینجا. 5 تاشون فکر کنم پیاده بود، پیاده نظامن. برید اینو بکنید. اینو بزنید. شما پیاده شدید، برید اینو بکنید. خب اینو الان میکنیم. اسمش هست سیگفرید در کوفتی کسی بالا میکنمش. خوش جر شوالی هست الکی نیست که بتونی بکشیش. مرد. بنازم مال خودم شد. فقط یه چیز پشمریزون جمع شد بابا اینجا. بچه بریزید این ور دیگه. اینو کردیم تو گونی. بچه از هر از 20 تا چیز میگیره. پشمام پدر سگا چقدر گیرون میگیره چون راستی. این از کجا در رفت؟ بکنیدش. ماشاءالله. 4 تا از اینا بکاریم. 4 تا این تاج ماجا بدن. لاشی تاج میداد اینا قلم. تو میدونی چیکار کنم؟ واسه من غذا تولید کن. مثلا گوشت تولید کن. نه گوشت که نه، مثلا سیب تولید کن. سیب دوست داری؟ اصلا میتونی اول چوب تولید کنی. ماشاءالله. بریم این ور. یا علی. خب این 20 تا هم بفرستیم این ور که بریم این یکی رو بکنیم و این مرحله هم تمومه. بنازم به این بزرگی. Oh my god. Listen to me. اینجا یه دونه میشه ساخت. پشت چی؟ چوب نمیخوایم دیگه، گاییدیم ما رو با چوباتون. ولمون کنید. پشمام اینجا ماهن داشتم. تازه دیدم. وای چند تا میشه کار؟ 3 تا بیشتر نمیشه. 10,000 تا داریم. اینا چجوری رد شدن الان؟ بچه های کماندار بریزی اینا رو بکشید. لاشیات نفوذ کردن. چوباتون رو تهیه بکنید. میخوام بگم سیب بساز. اینجا سیب خوب جواب میده. شوالیه های قدر قدرت ما میشه سوار شید. 12 تا بیشتر نیستی داری. خب بازم خیلیه. بچه بریزید اینجا منهدم بکنیم اول این دوتا رو. آماده؟ یوهای من شلیک. مو خیلی حال میده با 20 تا بیزنی یک حالا میکنم. برسمانا پاره کنید. ماشاءالله. یکی دیگه از این خیلی مستقیم وار میتونیم بکشیم. مثلا نیازی به این کارام نیست. فقط لازمه که شوالیه داشته باشیم. شوالیه چیز نداریم. گفت زر. 111 تا اینا داریم. 31 کراسمومن داریم. 22 تا 22 تا شوالیه. 10 تا میتونم بگیرم. خود بر سرش شده کم. شوالیه های بینام اینجا. کماندار هم بیاریم اینجا دیگه. چه کاریه؟ پادشاهمون هم داریم. گویده شد بدبخت. اونجاش هم زدم. اینم بزنید. خب شوالیه های عزیز شما چون که اینجا خیلی قدرتمندید نیاز به هیچ غلطکاری نیست. صاف میرید اینجا میرید میکنیدش میرید دیگه. بزن اونا رو بزنن. 4 تا خرس برسید. بس با منا بریزید بالا اینجا دفاع کنید. دفاع مشتاب بزنید. آنها در حال سقوط هست. لاشی ها اینا زنده نمونن. خراب بکنم پونتو میذارم. نکردن این کار خراب. بیاید اینجا ببینم. اینم جر بدید. مرد من خدا. بریم اینو بکنیم. این احتمال دیتریکه. بچه بریزید بالا. چرا اینجوریه؟ همه بیکار شدن بچه ها. پیاده شدن نمی. چه بد میزنن. حمله کنید بچه ها. بریزید بالا این کونی رو بکشید. دیتریکو. مرد. به همین راحتی بچه ها. لایک سابسکرایب کامنت یادتون نره ولی تو کامنت هم بکشید یه چیزایی که مد نظرتون. و این اگه بمیره که نمیمیره گود بای تا یه ویدیوی دیگه.